روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. شکر خداوند که اکثر برادران و خواهران ما در ماه رمضان توفیق روزه گرفتن برای آنها نصیب می شود و روزه می گیرند، ولی متاسفانه به جای آن که به ذکر و تلاوت قرآن و دعا و مناجات مشغول شوند، وقتهای خود را به تماشای سلسله فیلم‌های ترکی یا به بازی‌های کامپیوتری می‌گذرانند. بعضی‌ها روزی دراز یا شب تا سحر در اینترنت به تماشای هر گونه نوارهای مشغول هستند که خداوند از آن راضی نمی باشد. از همه بدترش آن که جوانمردانی که هیچگاه این کردار ناپسند خود را به خواهران خود نمی پسندند، در بیگا لایف و واتساپ و وایبر با خواهران مردم رابطه های نامشروع می کنند. چنان سخنان فحش و شهوت انگیز می گویند که گویا اصلا اینها مسلمان نیستند. اینها فراموش کرده اند که مسلمانند و روزی در پیشگاه پروردگارشان برای هر عمل ناروای خود جواب می دهند. برادران و خواهران عزیز، ماه شریف رمضان را غنیمت بدانید و فراموش نکنید که با این کردارتان علاوه بر آن که گناه بزرگ را به دوش می گیرید، از اجر و ثواب روزه محروم می شوید و از روزه داشته اتان تنها گرسنه‌نشینی می کشید و خلاص. چون که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع و رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، رواه الحاکم. یعنی بسیاری از روزداران هستند که از روزه گرفته اشان غیر از گرسنگی چیزی نصیبشان نمی شود و بسیاری از شب زنده‌داران هستند که از عبادت شب غیر از شب بیداری و بیخوابی چیزی نصیبشان نمی شود. برادران و خواهران عزیز، آیا دل شما به خودتان نمی سوزد که در این گرمای تابستان گرسنگی و تشنگی را تحمل می کنید، ولی با این عملهای ناروای خود از اجر و ثواب روزه خود را محروم می کنید؟ این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را به گوش عبرت بشنوید و به آن عمل نمایید تا از روزه داشته اتان اجر و ثواب بزرگی را نائل گردید و از کردار ناپسندتان پشیمان نشوید. و السلام علی من اتبع الهدى. شکر خدای مهربان، ماه تسکین دل است ماه صیام، گر ز دل باشد تراویح و قیام. روزه درمان است بر هر جسم و جان، می شود با روز جسمت پرتوان، هم شود با روز صبر تو زیاد، چون بیاری مستمندان را